بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب. امیدوارم که حالتون خوب باشه. این جلسه میخوایم در رابطه با 5 عنصر صحبت بکنیم که یکی از مطالب مفهومی و پایه‌ای در طب چینی و مخصوصا در طب سوزنی هست. طب چینی خلاف بر طب ایرانی و طب سنتی که قائل به 4 عنصر یا عناصر اربعه، ما اینجا در رابطه با 5 عنصر صحبت میکنیم. این 5 عنصر توی بحث درمان و توی بحث تشخیص به چه دردی میخوره؟ میخوایم بگیم که این 5 تا عنصر یک سری اعضای بدن رو داخل خودشون جا میدن که ما با توجه به این چرخه، با توجه به این ارتباطی که بین عناصر و اعضایی که تو دل این عناصر جا میگیرن، قراره که هم درمان رو انجام بدیم و هم بریم سراغ یه سری مطالب تشخیصی. چند تا رابطه وجود داره. اول باید بیایم عناصر رو خدمتتون توضیح بدیم. مثلا توی طب ایرانی که قائل به 4 عنصرن، اینا بیشتر به آب و آتش و باد و خاک مبناشون رو روی این 4 تا عنصر میذارن. ولی خب توی طب چینی نه، اینجوری نیست. ما میگیم که آقا این تغییراتی که روی عالم طبیعت در حال ایجاد هست، اینا باعث تغییرات میشه، نه باعث ساختارشون ها، چون این جزء اعتقادات طب چینی نیست. میگن اینا باعث تغییرات میشه. میگیم خاک و آتش و فلز، آب و چوب، این 5 تا عنصره. یه رابطه ای که بخوایم بیایم اول تو اینا ایجاد بکنیم، باید بیایم اول اعضا رو توضیح بدیم. میگیم که عنصر آتش چند تا عضو داخلش جا میشه. قلب و روده کوچیک میاریم تو زیر مجموعه عنصر آتش. البته 2 تا مریدین فرعی هم داریم که حالا اونها به اعتقادات چینیا میگن آقا اینا اسم دارن ولی شکل ندارن. البته یکیشون اینجوریه، مثل پریکارد و سانجیائو. ولی خب بعضیاشون یه لایه محافظتی برای قلب، یعنی هم شکل داره، هم جایگاه داره، آناتومی داره. ولی خب یکیشو در موردش صحبت میکنین، ولی میگن که شکل نداره. حالا اینا رو جلوتر نظریه های مختلف و اون مطالبی رو که هست رو خدمتتون عرض میکنیم. پس شد قلب و روده کوچیک میشه زیر مجموعه عنصر آتش. معده و طحال میشن زیر مجموعه عنصر خاک. ریه و روده بزرگ میشن زیر مجموعه عنصر فلز و کلیه و مثانه میشن زیر مجموعه عنصر آب. کبد و کیسه صفرا هم میشه عنصر چوب. چند تا رابطه اینجا وجود داره. رابطه اول تو بحث درمان. این رابطه ها رو ما میاریم تو بحث درمان. میخوایم بگیم که آقا اگر میخواین برین سراغ درمان، چجوری درمان بکنین، یه شعری بود از سعدی اگر اشتباه نکنم: بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش ز یک گوهرن، چه عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها رو نماند قرار. ما میخوایم بگیم این اعضای بدن ارتباط دارن، ولی تشخیص این ارتباطشون کار سخت و دشواریه. یعنی که کدوم عضو وقتی دچار مشکل بشه بقیه اعضا رو هم درگیر میکنه. ما میخوایم بگیم اگر قلب درگیر بشه روده کوچیک رو هم درگیر میکنه. اگر معده درگیر بشه طحال رو هم درگیر میکنه. اگر ریه درگیر بشه روده بزرگ رو هم درگیر میکنه. اگر کلیه درگیر بشه مثانه رو هم درگیر میکنه. اگر کبد درگیر بشه کیسه صفرا رو هم درگیر میکنه. تشخیص این ارتباط و ناهماهنگی بین اعضا خیلی کار جزئی، دقیق و خیلی یه استعداد ریسنجی میخواد و باید خیلی دقیق بررسی بشه. به این رابطه عضو با عضو میگن رابطه زناشویی در چرخه 5 عنصر. اگر قلب دچار مشکل شد برین سراغ عضو مرتبطش. مثلا آقا قلب زنه، میگه برید سراغ شوهرش که روده کوچیک باشه. یعنی اگر قلب مشکل پیدا کرد شما برین سراغ تقویت روده کوچیک. این باعث تقویت قلب میشه، باعث میشه که از اون اختلالات ارگان قلب کاهش پیدا بکنه و خب در مراحل بالاتر بره سراغ درمان. البته این منحصر به طب سوزنی نیست، ولی خب توی طب سوزنی میتونه قدرت بیشتری داشته باشه بر اساس سلوک، بر اساس
نمیدونم گیاهی، هر چیزی که شما بخواین استفاده بکنین برای بیمار، اونم متخصصانه، این جواب میده. یعنی شما برین سراغ عضوی که با این عضو یک ارتباط خیلی نزدیکی داره. مثالش چجوریه؟ آقا من حالم بده، یکی از دوستامو از دست دادم، میگن کی به من نزدیک تره؟ یه رفیق صمیمی دارم من، میگن برید اونو بگین بیاد باهاش صحبت بکنه حالش بهتر میشه. ما میخوایم همینو بگیم، میخوایم بگیم اگر قلب دچار مشکل شد، میریم سراغ عضو، میریم سراغ همسرش، کسی که خیلی بهش نزدیکه، روده کوچیک. این یه رابطه است که بهش میگن رابطه زناشویی، که توی همه عناصر این رابطه وجود داره. توی خاک معده و طحال میشن زن و شوهر، ریه و روده بزرگ میشن زن و شوهر، کلیه و مثانه میشن زن و شوهر، کبد و کیسه صفرا میشن زن و شوهر. این یه رابطه است. یه رابطه دیگه وجود داره که خود عناصر رو درگیر میکنه و به تبع اون این اعضا درگیر میشن. یعنی چی؟ میخوایم بگیم که آقا یک رابطه پدر و فرزندی ایجاد بکنیم بین عناصر. میگیم اگر پسر دچار اختلال شده، اگر عنصر زیردست کوچکتره دچار اختلال شده، نه کوچکتر به معنای حجم و نمیدونم سال و اندازه، نه، به معنای اینی که مثلا یه مثال تقریب ذهنی دیگه، میخوایم بگیم یه چیز کوچکتری بچهش باشه از لحاظ مثلا سنی. حالا این چیزا وجود نداره برای اینی که راحت‌تر مطلب جا بیفته خدمتتون عرض میکنم. میخوایم بریم سراغ عنصر بعدی. میخوایم بگیم که اگر قلب و روده کوچیک درگیر شده، برین سراغ پدرش که بشه کبد و کیسه صفرا، چون چوبه که باعث افزایش آتش میشه. اگر که طحال و معده دچار مشکل شده، باید بریم سراغ قلب و روده کوچیک و این چرخه ادامه داره این رابطه. اگر ریه و روده بزرگ دچار مشکل شده، میریم سراغ معده و طحال. اگر که کلیه و مثانه دچار مشکل شده باشه، میایم سراغ ریه و روده بزرگ، که یک چرخه اینجا ایجاد میشه بین عناصر و این چرخه دائم در حال چرخشه و توقف نداره. پس شد رابطه اول رابطه زناشویی مثل قلب و روده کوچیک، معده و طحال، کلیه و مثانه. یک رابطه هم رابطه پدر و فرزندی، عنصر چوب، کبد و کیسه صفرا میشه پدر قلب و روده کوچیک که همون عنصر آتش باشه و همین چرخه ادامه داره. اما یه رابطه دیگه هم وجود داره در بحث درمان که میگن جزو سریع ترین راه هاست برای درمان. اونم بحث کنترل پذیریه، بحث رابطه پارادوکس، رابطه متناقض نماست. میخوایم بگیم که آقا این عناصر بینشون یک ضدیتی وجود داره که حالا توی سبکای طب سوزنی این قشنگ به چشم مشاهده میشه. به عنوان مثال وقتی ما میخوایم دست راست یک کسی رو درمان بکنیم که دچار اختلال حرکتیه، نمیتونه تکون بده یا دچار شانه یخ زده شده، ما میریم سراغ پای چپش، یعنی یک نقطه دقیقاً متناقض و این که هیچ ربطی به هم دیگه نداره رو انتخاب میکنیم. و توی مثلا بعضی از سبکای طب سوزنی بالانس، میریم سراغ دورترین نقطه. مثلا طرف دچار اختلال حرکتی گردنه، مهره‌های گردن دچار مشکل شده، قفل شده، نمیتونه گردنشو حرکت بده، میریم سراغ دورترین نقطه. میگیم آقا دورترین نقطه به گردن کجا میشه؟ میگیم مثلا سمت مچ پا، میریم از قسمت مچ پا گردن رو درمان میکنیم. اینجا میخوایم همینو بگیم، میخوایم بگیم توی 5 عنصر یه رابطه وجود داره. این رابطه ضدیته، این کنترل پذیریه، اینی که این عناصر کدومشون همدیگر رو کنترل میکنن. اون چیزی که آتش رو کنترل میکنه و با آتش ضدیت داره فلزه. شما وقتی به فلز حرارت بدید ذوب میشه. این دوتا همدیگر رو کنترل میکنن. به عنوان مثال آتش یک شخصی زیاد شده، یعنی چی؟ یعنی در واقع عنصر چوبش یا همون هیزم آتش زیاده. این الان به چی نیاز داره؟ به یک آبی نیاز داره، به یک خاکی نیاز داره که اینو بتونه کنترل بکنه. ما میخوایم بگیم شما بر اساس عناصر وقتی تشخیص میدین که الان کدوم عنصره که داخل بدن دچار ازدیاد شده، زیاد شده و باعث اختلال داره میشه، میریم سراغ همون. قلب و روده کوچیک که زیر مجموعه عنصر آتش شد،
اگر که شما تشخیصتون این بود که عنصر آتش الان به درجه‌ای رسیده که داره باعث اختلال و بیماری میشه، میگیم آقا پس بیایید بریم کنترلش بکنیم. چی آتش رو کنترل میکنه؟ میریم سراغ آب، میگیم آب از حرارت عنصر آتش کم میکنه، میایم کلیه و مثانه رو به تعادل میرسونیم. زمانی که کلیه و مثانه به تعادل برسه، قلب و روده کوچیک متعادل میشه. یعنی آتش که زیاد بشه ما نیاز به آب داریم، یا زمانی که فلز بخوای میریم سراغ آتش، یا همینطور چوبی که زیاد شده باشه با خاک و اینا، خب یک چرخه‌ای ایجاد میکنه. وقتی که تمام این رابطه ها، یعنی رابطه زناشویی، رابطه پدر و فرزندی و این رابطه کنترل پذیری رو ما بتونیم حفظ بکنیم، یک انرژی بین اینها حاکم میشه به عنوان انرژی چی، که تا زمانی که این چی داخل بدن دچار اختلال نشه، مسیرش عوض نشه، دچار رکود نشه، افزایش پیدا نکنه، بدن اون سلامتش و اون صحتش رو داره. ولی زمانی که این چرخه به هم بخوره، ما دچار یک چرخه مخرب بشیم داخل مراجع و بیمارانمون، میبینیم که شخص بیمار شده. پس زمانی که بتونیم این روابط رو داخل بدن کنترل بکنیم، میتونیم سلامتی طرف رو بهش هدیه بدیم. انشالله جلسات بعدی با بقیه مفاهیم پایه‌ای صحبت میکنیم. بحث یین و یانگ هست، بحث ساعت اعضای بدن هست و بقیه مطالب. روزتون بخیر.